خیلی ها که میشه ما شما کار کنیم این نرم افزار. پس یاد داشته باشید خیلی نرم افزار جالبه، خیلی یعنی بسیار کارآمد داره. این از آقای پیکار زدن میتونیم. خب پس ما روی برنامه دیگه کار را که امروز ما و شما انجام میدیم این خود در مورد چی بود؟ نرم افزار کوداک. پس خود شما بگیرید، میتونید از اینترنت دانلود کنی. اونا فری هست، در ورژن قدیمی و من فری هست، رایگان هست. شما میتونید دانلود بکنی و فتوشاپ های 8 هم میتونید امتحان کنی. CSS 9 مگه، CSS CS مگه. هر فتوشاپی که در آخر خوب می داشته باشه بفهمید که فارسی سپورت میتونه. اما فتوشاپی که می نداره در آخرش فارسی سپورت نمیتونه. منظور از فارسی است که کلمه فارسی را نوشته کنید تیتپرک نوشته باشه. پس فتوشاپی را بگیرید که فارسی برای شما نوشته کنه. خب میتونید دنبالای ورژن‌های بالای 2022 2020 2021 هم برید. میتونید از اینترنت دانلود کنی یا تا 2020 اگه خواستید CDش در پیش ما موجود است. میتونید یک CD یک پکیج کلکشن رو بگیری که داخل چی هم 2020 است، هم 2017 است، هم CSS 5 است، هم CSS 6 است، هم CSS 9 که این ورژن‌ها رو در خود داره. شما میتونید همه‌اش را نصب کنید. ما همون کارو کرده بودم به خاطر از او در این قسمت اضافه نشد. چون وقتی که ما نرم افزار رو نصب کنیم در واقعیت در روی درایو سی نصب میشه و اینجا هم اکسترکت مونه. یعنی ما اینجا که بیایم اینجا یک پروژه به نام ادوبی فتوشاپ CSS چی داریم که ستاپ خوره اینجا بسته اکسترکت کرده. و یکی دیگه اگه داخل پروژه پروگرام فایل بریم اینجا ادوبی داریم. مثلا که اینجا ادوبی به خاطری که 3 4 دفعه اینستال شده از همون خاطر دقیق جایگاه خود پیدا نتونست نرم افزار که در ادامه فیلتر اضافه شود. پس ممکنه شما اگر یک بار اینستال کرده باشی فیلتر حتما اون قسمت اون نرم افزار اضافه میشه. شما میتونید اش کار کنید. کار دیگه ما و شما هست بازم امروز سر پینتول. از پینتول همه ابزارها رو معرفی می‌کنیم برای شما. کنترل W دول سیف میگیریم، کنترل N فقط میگیم انتر خلاص. از پینتول میتونی کارهای زیاد رو انجام بدی. شما از پینتول راستی فیلتر هم که اگر در مورد عکس بود شما بخش بلور که بیایید تمام مربوط به تمیز کردن یا صورت است. فکر کو نوشته که بلور مور، نوشته باکس بلور، نوشته گیسن بلور، نوشته لنس بلور، نوشته موشن بلور، رادیال بلور. ما فقط صرف از بلور رو برای شما کار کردیم نه. اما اگر عکسایی را یک وقت خواستید منولی یا دستکی بلور کنی پس عکس را وارد کو، مثل عالی عکس وارد کو، بعد دبل کلیک کو. اگر خواستی بلور بزنی مگم بیا از این قسمت یک سلکشن بگیر. ممکنه قسمت هم کسی باشه که قسمتی از جای بلور بزنه. وقتی که این رقم سلکشن کرده باشی در فیلتر به در بخش بلور، چون امیر به خاطر که عکس امروز کار بریم همه را تشریح بدیم خوبتر است. روی هر بلور که من کلیک بکنم اونم قسمت بلور میزنه. ببینید از این اگر بازم این ممکنه مناسب نبود شما بلور مور مثلا. اگر بازم می قسمت بعدی مثلا میگیم که بلور موشن بلور که میگیریم سعی که یک پنجره باز میشه. اینا قابلیت رزیدی داره که ما کم زیاد بکنیم. مثلا چقدر که ما زیاد مونیم چقدر کم مونیم میتونی درجه هایش رو تغییر بدی به هر زاویه‌ای که ما تغییر بدیم. اینی حالت جدید است، اینی حالتای قبل است. این پریویوش است. پریویوش رو میتونی زوم اوت کنی، میتونی زوم این کنی. وقتی که زوم اوت کنی قشنگ متوجه میشی که چقدر اینجا رو پاک کرده و چقدر فیصدیش رو میبری بالا، اونم قدر تمیز میشه درم اینجی. اگر من بگم این اندازه تمیز کنم بگم اوکی، آلی کنترل دی که بزنم سعی کنی قسمت کاملا نسبت به دیگه قسمت‌ها فهمیده میشه. باز او زمان مجبوریم قسمتی از بدن رو مثلا انتخاب بکنی چهره را به این شکل، به در قسمت فیلتر، به در بلور. این دفعه باکس بلور کار کردیم. آره میتونی گیسن بلور رو بگیری انجی. ولی من کلیک کنم اینی حالت اولی، ولی که رها منم به اینی حالت. میتونیم اینی رو باز زیادتر کنیم تا بیشتر روی قسمت محو کنم. میگیم اوکی کنترل دی اینجا رو پاک کرد. همه از این خلاصه. یا مثلا ولی برای یک کار برای یک چهره شما از یک ابزار باز استفاده کن. چندین ابزار که استفاده کردی ممکنه اندازه‌اش رو زیاد فهمیده نتونی یا خوب ممکنه مچ نکنه. وقتی که مچ نکنه باز کارش خراب میشه. لنس بلور که من بگیرم اینی حالت لنس بلور است. اینی که اینجا میتونی ابزارهایش رو میتونی کم بکنی، زیاد بکنی. هر ساحه رو خواستید کم زیاد در حال تغییرات هست. برایتنس روشناییش هست. اینجا باز کم و زیاد سعی کنیم قسمت رو سلکت کنیم اونجا قشنگ فهمیده میشه چون بیشتر کش کردیم. حتی نویز هم داره. یک روز ما شما خوانده بودی که نویز جدا مرفتی اضافه می‌کردیم، اما این قسمت از خود چه نویز هم داره. یعنی نویز هم میزنه در صورت زمانی که اوکی بگیم این قسمت چهره رو شما باز میتونی بفهمی. اینو من زوم کنم باز این قسمت فهمیده میشه. پس من رو کنسل میزنم. میم قسمت بعدی که بلور داریم به نام موشن بلور. خویر پیشتر هم کار کردیم. این شما معرفیش دیدم رایشین. قسمتی باز بلور میم رادیال بلور. اینی رادیال هست. این باز ما این در تصویر کار نداریم. قسمت دیگهش میم نوشته شارپ بلور که اینی شارپ بلوره. اینجا کلیک کنیم اینی حالت اولی. کامera هامون ماوسن
چقدر اونجوری محوامونه. نه این قسمت سرعته، این شما ببینید باز میتونی اندازش رو تغییر بدی. اگر خیلی زیاد ببرم سعی کنید قسمت خیلی یعنی بیخی فهمیده میشه، پس اینقدر زیاد نه، تا جایی که امکان داشته باشه که یعنی لکه لکه و یا تیکه تیکه و یا کسی متوجه شده نتونه که یعنی میره کسی سرش کار کرده. ما همیشه عکس که ترمیم کنیم یا جور کنیم فقط اونم رقم جور کنیم، یعنی حالت طبیعیش رو میگیم، کوشش میکنیم که حالت طبیعی رو در خود داشته باشه، نه که یک حالت تابلو داشته باشه از دور فهمیده شود که تمام صورت و ابرو و همهش صافه. آره اون رقم باز زیاد خوبش نمیاد. مین پس دوباره سری فیلتر بلور سمارت بلور، اینی هم بسیار زیاد استفاده نکاسا. اینی اول حالی که راه ببینید قسمت، حالی شما که اینجا میبینید اینه مایر زیاد نم اینه شما متوجه شدم ترین چه قصد که میخوای شما باز کم زیاد کن. کوالیتیش به کدام اندازه باشه، میدیم باشه، های باشه. های بالاترین چی است؟ عالی رو ببینید، امی که راه عالی رو ببینید. در صورتی که بگم اوکی اونم قسمت صفا میشه. که اینا منولی هست، دستی هست، بستگی به چی مهارت شما داره. یعنی او ابزار که ما کار کردیم اگر او ابزار باشه دیگه نیاز به این گزینه ها هیچ نمیشه، چون زیاد که کار شوه فکر کو از قسمتی برش بود یا هیلینگ برش یا ما از اونجا کار میگیریم بیشتر نه. پس نمیشه فیلتر اینه خلاص کنیم تمام شده. که قسمت بعدی سرفس بلور بود که کار کردیم یا چون نه این ممکنه از همهش ممکنه خوب باشه، ولی بگیم اوکی یعنی ببینم قسمت تنظیم شد. باز شما قسمتی از چهره رو سلکت کن از یا کار کن. قسمت بعدی دیستروید بود که ما چند تایش رو در بک‌گراند خواندیم. خب میتونی از یا شما یکی باز چک کنی، مثل که دیروز سابلفاز یک چیز جور کنیم گفتم اینا رو میخوان یا نه. دوم روز ما میره تشریح دادیم به نام دیستروید نه دیستروید، پس اینجا یک نمونهش رو به نام ویو استفاده کردیم. نه شما میتونید تیورال چه استفاده کنی، میتونید شیر چه استفاده کنی، ریپل چه استفاده کنی. اینا رو ببین چک کن ببین چه رقمه. نویز اما حالتی دانه دار مونه یا نویز دار مونه. قسمت بعدی که است رندر راستی کلاودز، اینی هم برای بک‌گراند به کار مونه. مثلا اگر کنترل این بزنم بگم اوکی، ولی اگر همون گریدین رو بگیرم از همین قسمت گریدین از طرف بالا یا پایین از هر جایی که شما کش منی میم در فیلتر میم در گوشا بود اینجی میم ابزار به نام رندر اینجی کلاود رو میگیریم. اینی حالت کلاودی یا ابری را فکر کنید جرمونه، اما باید کنترل یو بزنی تا رنگی را که شما کار دارید باز تنظیم بکنی یا ترتیب کنی که حالت ابر مثلا در خود خوب بگیره، که هم بستگی به خاص سلیقه شما داره که شما چقدر ادیت نی. این قابلیت ادیت داره که ما ادیت بکنیم. خب قسمت دیگه چی میم تا آخر ببینیم. یک ابزارهای دیگه ابزارهای خیلی خوبی دیگه هم اینجا هستن، از جمله لایت افکت لنز. اینا چیکار مونه؟ اینا حالت لایت تجربه میگیره در خود. روی تصویر اگه بیایم کنترل دی رو دستلک کنیم، کنترل 0 به حالت اولی برگرده، میتونیم یک قسمت چرا البته پیش کات کنیم، قدر مناسب نیست انتخاب کنیم، بعد میگیم اوکی این خلاص. حالا روی فیلتر میم کلیک کنیم، میم روی گزینه چی لایت افکت کلیک کنم، منتظر باشید یک افکت میاره برایش، افکت میدیه. هر رقم افکتی که واسه شما کارشون بود، مثلا کلان کو از قسمت یا اینی ابزارهایی که در این قسمت هستن هم مربوط به امضی میشن. شما میتونید در هر کجایی که نیاز به لایت داشت و قسمت انتخاب کنید. فرض که ما کاملا روی چهره را مد نظر میگیریم، ولی میتونی از اینا هم گفتیم ابزارهایش کلا استفاده کنید. اگر نیاز بود میگیم، اگر اوکی بود میگیم اوکی شود. زمانی که اوکی بگیم تصویر ما فکر به این حالت ایجاد شد. اما اگر یک وقت خیره بود روی فیلتر روی قسمتی رندر لنز باز یک لایت میدیه. من اینجا کلیک کنم این یک لایت داره چهره میدیه. در هر جایی که با شما نیاز بود اونم قسمت یک لایت میگیم این قسمت بالا یک لایت داشته باشه. تازه اینجا برایتنس رو میتونی کم و زیاد کنی. 35 نوشته 35 mm اینجا یک اندازه دیگه هست، اینجا یک اندازه دیگه هست. میگم اینی اندازه آخر رو میگیم اوکی. زمانی که اوکی بگیم ببین یک لایت اینجا روشن شد و چهار طرف هم لایت بخش کرد. از اینا میتونی خیلی کارهای جالب بکنی، به خاطر ما وقت کم داریم میخوایم همه‌اش رو زود خلاص کنیم برای شما تشریح کنیم. خب میم قسمتی بعدی خلاصه فکر تا آخر اینجا ما کار کردیم که اینی از فیلتر بود. با علاوه لیکیوفی که دیروز در کار نیاورده بودم، از لیکیوفی هم میتونی استفاده کنی.
یا چمه نه که چشم کلان میکردی، بینی رو کلان میکردی یا دیگره. مثل که هدیه گفت که چرا این خیلی فهمیده میشه. منظور از اینه که او فهمیده شونه ما برای فعلا مگم ابزار رو بگیریم، استفادهش را یاد بگیریم، سلیقه ما بعدن که ما چی کار رو خواستیم جور کنیم یا کم بکنیم یا زیاد بکنیم. خب دیگه سوال دارید در قسمت یا نه؟ ابزاری که عکس خود بگراند جور بدم رو با مکت. آها کنترل این مثلا اینی عکس یا بزن کلوز بگیم اوکی. کنترل او میم یک دونه تصویر رو پیدا کنیم که در بگراند قشنگ به روی فتوشاپ، روی ادیت فرض کن هر عکسی رو گرفتیم حالا امیر میگیریم. میم روی فیلتر، روی کجا بود؟ اینجا بیایم کلیک کنیم. دیستروید که آمدیم نوشته که تیورال ایره میگیریم. اینه شما به هر اندازه که خواستید رو چرخ بدید. البته این خو عکس است، باز رنگ باشه قشنگتره به نظر من. شما میتونی امیرم انتخاب کنی بگی اوکی. صحیح؟ البته بازی رو میتونی این دفعه از یک لیر بگیری، لیر دیگر رو باز چیکار کنی؟ برعکسش بچرخانی، یعنی این رقم بچرخانی. بعد هر دو تا رو باز بعداً میتونی توسط افکت بزنی. بعد از اینکه افکت زدی باز مرج بگوی لیرها را که به یک بک‌گراند قشنگ جور شود. یعنی او امکانه داره. پس تا همین قسمت وقت خلاص است.